اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و بینندگانی که برنامه های ما رو میبینید، امروز در روز جمعه مبارک که الکی به پایان رسید، با هم در یکی از موضوعهای مهم روز، موضوعی که هر روز در خانه ما هست و بعضیا الکی نمیتوانند چگونه این موضوع را حل کنند صحبت میکنیم. آن هم در موضوع زیاد استفاده کردن تلفن و گرفتار شدن به دست تلفن و راه‌های خلاصی از آن. چطوری که همگان میدانیم الان در یک عصر زندگی داریم، علل خصوص همین 10 ساله 15 ساله اخیر که از بعضی از بیماری های جسمانی زیادتر خطری تلفن در بعضی جامعه ها دیده می شود و زیاده از 5 میلیارد مردم در دنیا، یعنی نصف کره زمین، در یک روز از 1 ساعت تا 6 ساعت وقتی خود را فدای تلفن دستی میکنند و این چنین کم نیستند مصیبت هایی که به سبب تلفن به سر مردم آمده ایستادن. البته فایده های هم دارند که گفته شود، ولی ضرر هایی که از تلفن به سر مردم آمده ایستاده است خیلی خیلی زیاد هستند و میخواهم این موضوع رو از نزدیک با هم ببینیم و بیایید ببینیم که ما چیکار کرده میتوانیم تا اینکه عمر خود رو و در یک روز از یک قسم زندگی خود را فدای تلفن نکنیم. پیش از همه وقتی ما میگوییم خیلی زیاد وقتی خود را در تلفن سپری میکنن، این نیست که خودی فقط جهاز تلفن را به دست میگیرن. اینجا مشکلی در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و واتساپ و ایمو و یوتیوب و تیک تاک و هر جایی که در آنجا مردم با هم مشارکت میکنن، مردم در آنجا فکری و اندیشه خود رو میگوین، میخونیم، با آنها صحبت میکنیم، یعنی عموما عالم مجازی هست که ما با آن داخل شده ایم و از عالم حقیقی داریم روز از روز پشت میگردانیم. و اگر خود شما عزیزان درباره نفران موفق که هر یک انسانی که البته عقل سالم دارد، انسانی که درست فکر کرده میتواند، میخواهد که در دنیا شخص موفق باشد، میخواهد از نفران عقب مانده نباشد، حداقل فخر برای پدر و مادرش باشد، حداقل نمونه برای فرزندان خود باشد. مگر بعضی از انسان‌های بیمار که دیگر آنها استثنایی هستند که میگویند از من چیزی ساخته نیست و من هیچ هدف و مرامی ندارم، اما انسان‌های سالم و درست آنها همیشه هدفمند هستند و آنها نقشه‌های در زندگی دارند. و اینجا اگر خواستید از عالم نفران موفق با خبر باشید، چه از علمای دین باشد که در مسئله های علوم دینی خیلی پیش رفتن و توانستند به امت خدمت کرده باشند، چه به علمای تکنولوژی و ساحه فیزیک و یا عموما علم های نظری دیگر باشد و عموما حتی به نفرانی که کارگردان مشهور هستند، نویسنده مشهور هستند و حتی هنرمند مشهور هستند. به زندگی اینها اگر نگاه کنیم میبینید که این نفرها همان گونه که مردم عادی وارد عالم مجازی شدن، وارد فیسبوک و توییتر و اینستاگرام شدن و همان گونه که مردم عادی تلفن خود را در یک روز تا 6 ساعت و 5 ساعت از همه کارش 1 ساعت 1.5 ساعت استفاده میکنند، مثل آنها نیستند. و عجیبش این است که وقتی بنده درباره اختراع کننده فیسبوک و اختراع کننده توییتر و دیگر وسایل اجتماعی درباره‌شان می‌خواندم، هوشم را بیشتر چیزی گرفت که استیو جونز، اونی که تلفن اپل را اختراع کرده است. تلفن اپل را که دیگه همه می‌دانیم از مشهورترین این دیگر تلفن های زمانوی هست و هر سال نو می شود و همه آرزوی آن را خورد و کلان دارند. خود استیو جونز میگوید که در سال 2011 خطا نکنم وفات کرده بود، من نه حساب در فیسبوک دارم، نه در توییتر و در اینستاگرام.
یعنی با اون همه که خودش اختراع کننده تلفن است، میگوید من خودم در یگان این وسایل اجتماعی، موقع های اجتماعی یا گفتیم شبکه های اجتماعی نه صحیفه دارم نه در آنجا فعالیت میکنم. و این چنین فرزندان خود را تا 14 سالگی قطعیاً من کردم تا که تلفن استفاده کنم و فرزندان خود من بعد از 14 سالگی آنها وقتی که الکی بزرگ شدن و تنهایی اینجا آنجا رفته میتوانند و دست تلفن میگیرند و چون او خودش تلفن رو اختراع کرده است و خودش میداند که خطرش در کجاست. و چیز دیگر خطا نکنم اختراع کننده یا مدیر فیسبوک بود که میگوید من در فیسبوک خودم شخصا یگان صحیفه ندارم، فیسبوک رو اختراع کردم برای مردم، اون رو باز کردم و دادم و میدونیم که از بزرگترین موقع اجتماعی است که مردم در آن با هم دیگر صحبت میکنند و دیگر پهن میکنند و چیزی دیگر. اما میگوید من خودم در آنجا یگان صحیفه ندارم. توییتر هم عین همان، مدیر توییتر خودش شخصا در توییتر هیچ حسابی ندارد. و عجیبش این است که و از طرف دیگر آنهایی که تاجری مشهور هستند یا از حد گفتیم ثروتمند هستند، با کدام راه نباشد هم ثروتی آنها نه در این موقع ها یا در این شبکه های اجتماعی حساب خود را ندارند و با یک تلفن های عادی زندگی خود را میگذرانند. و اساسا اول شده نگاه کنیم که چرا اینها هر روز در فیسبوک چیزی نمی نویسند، هر روز در استاتوس یا خاطرات واتساپ خود چیزی نمیمونند، در ایمو چیزی نمیمونند، در اینستاگرام صورت و عکس آنها نیست. کسایی که میموند که انا این نفر به اونجا یا اونجا این نفر مشهور کار کرد، نفران دیگری عادی هستند که این گونه صحیفه شدن، اما خودی شخصانی که در حقیقت آنها پیشرفت جدی دارند میبینید که یگان صحیفه در یگان موقع اجتماعی ندارند، نه در فیسبوک و نه در توییتر و اینستاگرام. برای آنکه حیات شخصی خود را با مردم نمیخواهند در میان گذارند یا به قول خودمان نمیخواهند زندگی شخصی آنها، پیشرفت آنها رکلامه مردم باشد. برعکس نفرانی که انا امروز من قهوه خوردم، بیگاهی رفتم کیک خوردم، آش پلاو خوردم، امروز به بازار رفتم، فردا به لب دریا رفتم، گویان هر یکی این رو عکسش رو میمونن و زندگی آنها همش همون 2-3 لایک هست که زیر عکسای آنها در اینستاگرام یا فیسبوک میشود و اینها رو میبینید که هیچ خاطرات، هیچ یعنی وقت برای این کار ندارن که اینقدر مشغول هستن. دویم جدی نمیگیرن این چیزها رو و میدانند که هیچ فایده نیست و این چنین خیلی که الان بیان کردم نمیخواهند زندگی شخصی آنها با مردم در میان باشد، نمیخواهند مردم در کل اسرارهای آنها شریک باشد و با خبر باشد. و چیزی دیگری که امروز یک ما و زیادی خواهرها از این شکایت میکنن که چیکار کنم که شوهرم و این مصیبت گرفتار شده است، مثل اینکه به مواد مخدر انسان داده میشود و دیگر از آن خود را کنار گرفتن نمیتواند. در تلفن این گونه است، نه شب نه روز، نه به فرزندان نه به همسر خود حتی به عائله خود یعنی پدر و مادر خود رفت و آمد ندارد و همیشه در دست تلفن با دوستان مجازی. و مردهای هم کم نیستن که میگویند همسر من تا 5 ساعت و 6 ساعت در دست تلفن که تماما کل خانه و وظیفه خود را کنار گذاشته است. و این چنین والدانی که شکایت دارن از فرزندان خود، چی کودکان باشند چی نوجوان ها، کم نیستن که میگویند چی کار کنیم که دیگر فرزند من مرا گوش نمی کند، دیگر هر لحظه ای که وقت پیدا کرد ببخشید حتی در داخل حاجتخانه در دستش تلفن است. برای این که گوییم که چگونه ما میتوانیم از دست این تلفن خلاص شویم یا فرزند خود را خلاص کنیم یا عزیزان دیگر رو یا نسل آینده رو تربیت کنیم، پیش از همه باید انسان ضرر آن رو بداند. چگونه که بارها تکرار کرده بودم تا بیماری رو سببش رو ندانستیم و معالجه کردن نمیتوانیم. هر یک انسان باید بداند که تلفن هایی که نباید این گونه یعنی ناسپاس بود که گویم تلفن هیچ فایده ای ندارد. البته تلفن سبب شده ایستاده است که ما نزدیکان خود را با مسافه این همه کیلومترها میتوانیم ببینیم، از حالشون با خبر شویم. تلفن سبب شده ایستاده است در یک لحظه کمکمون را به آنها کنیم. تلفن سبب شده ایستاده است از اخبار جهان آگاه باشیم و این چنین تلفن سبب شده ایستاده است مایان بسیاری از
معلومات و حتی تعلیممان را به واسطه اینترنت بگیریم و صاحبی در درون خانه خود باشیم، هم صاحبی مدرک و دیگر کسب و کار شویم. یعنی زیادی ها درآمدشان به سبب تلفن است، آموزششان به سبب تلفن است، یعنی فایده هایی هم دارد. اما مشکلی در این است که مردمی که از تلفن فایده میگیرند به اندازه کمتر از مردم هایی هستند که از تلفن ضرر دیده ایستادند و به جای آنکه آنها تلفن و اینترنت را استفاده کنند، اینترنت و تلفن و شبکه های اجتماعی دارد آنها را غلام خود میسازد و باید ضررهای تلفن و زیاد نشستن با تلفن، علل خصوص چق هایی که با انسان های مجازی، با دوستانی که شما هرگز نامش نمیدانید، یعنی او از کجا هست، چی کاره هست، شخصیتش چی است نمیدانید، فقط یک عکس او را دیدید و بها دادید و شناختید، یا اینکه یک نفر رو از دو سه پستش که زیبا سخنی نویس دیگر دوستش داشتید و با او هر روز و هر دقیقه در تواصل هستید. انا این خطری این چیزها رو باید بدانیم و این چونین خطری آن ساعت هایی که ما در یوتیوب میگذرانیم، خطری آن ساعت هایی که با خواندن نظرها میگذرانیم باید اینها رو دانیم. پیش از همه خطرهای جدی که طبیبان تمام دنیا این رو کشف کردن، خطرهای جسمانی که به چشم انسان، به عقل انسان و این چونین به استخوان‌های انسان و سبب فربه شدن اکثریت مردم شده ایستاده است که مردمی که 1 ساعت و 2 ساعت و 3 ساعت و 4 ساعت چیزی خورده تلفن در دست می نشینند، حرکت نمی کنند، خواه و ناخواه به جسم آنها ضرر می رساند و این چونین یکی از سبب‌های خواب ناراحت رفتن مردم و عموما در عقل و در تفکر اختلاط پیدا کردن و درست فکر کردن نتوانستن، درست برای فردا نقشه کشیدن نتوانستن، درست آن چیزی که از شما پرسیده ایستادن جواب دادن نتوانستن، زیادی نشستن با تلفن و آن نوری آبی یا نور رنگ کبوده که از تلفن و این چونین مثل تلفن، از تبلت و از کامپیوتر در شب علل خصوص به جسم انسان میگذرد یا میزند و ضررهای آن سبب می شود که مردم اینقدر آنهایی که زیاد در دست علل خصوص در شب تلفن میگیرند درست فکر کردن نمیتوانند درباره چیزی و درست فکری خود را گفتن نمیتوانند و زیادی به سردردی دائمی مشغول هستند. و عجیبش این است که میگن یکی از سببهای آشفتگی که مردم یا انسان بدون هیچ یک مشکل خود را آلوده غم و بدبخت حس میکند، زیاد با تلفن مشغول شدن است که اونقدر از انسان انرژی انسان رو میگیرد، قوت انسان رو تلفن میگیرد که وقتی اون ویتامین و اون انرژی رو از دست دادید، خواه و ناخواه در شما حسیات بدبخت بودن و ناامیدی زیاد میشود. این باشد فقط بیماری های جسمی بود که دربارش میتوانند هر یک عزیزان از اینترنت پیدا کنند و بخوانند که به جسم ما، خاص به جسم ما، حالا اخلاق و معنویات و خاراکتر یکسو بیستد، به جسم ما تلفن چه ضررهایی میرسانند. اگر گفتیم چشم تو رو خیره میسازد، عقل تو رو کم میکند، یعنی افزایش تفکر تو رو که کم کرد، دیگر عقل انسان هم پس شدن میگیرد و از درد گردن و دیگر استخوان ها شروع می شود. تصور کنید کودک چی می شود؟ انسانی بزرگ به این بیماری ها دچار می شود. کودکی که از علکه 6 ماهگی، کودکایی هستند که مادر آنها از 6 ماهگی برایشان تلفن میدن و فخر هم میکنن که فرزند من با سامسونگ نوت 21 و با آیفون پرو و چیزی دیگر بازی میکند. حالت این کودک ها چی میشود؟ چشم این کودک ها چی میشود؟ این کودک با چه عقل و ذهنیت بزرگ میشود؟ مسئله دیگر، مسئله خیلی تأسف آور، این مسئله های اخلاقی هست که متاسفانه به سبب تلفن الان داریم میکشیم. پیش از همه فاصله گرفتن و تا اندازه خود را از خویش و تبار و از نزدیکان خود دور کردن نوجوانان. کم نیستند پدر و مادر یا بیبی و بابا یا خویش و تباری که میگویند برادرزاده من، خواهرزاده من، نبیره من مثلا و حتی بعضی فرزند من با من رو برو صحبت کردن نمیتواند. هر لحظه ای که همراهی ها هستم، حتی در خوراک خوردن، حتی در راه رفتن، حتی پهلو به پهلو سیاحت کردن و سفر کردن در دست تلفن دارد و به جایی با اون همه صله رحم خود، خویش نزدیک خود، حتی گفتیم با مادر خود صحبت کردن، او دوست می دارد در عالم مجازی با یک نفر بیگانه
نویس کند، یا اینکه یک نوار کوتاه یا یک گفتیم نظر کوتاه یا یک عکسی که از دیدن او هیچ فایده به زندگی او نمیدهد با اون وقت خود را گذراند. و با این نمود جوانهایی که الکی فراموش کردن طرز صحبت کردن با پدر بزرگ و مادر بزرگ، جوانهایی که الکی فراموش کردن لذت بردن و صحبت های روبروی زنده داشتن با عمک و با عمه و با خاله و با تقا و با خویش و تبار خود چی هست، اینها همش از کجا آمد؟ یعنی این گونه جوان ها روز از روز دارن زیاد می شوند و سبب این همان تلفن های دستی هست که جوانان امروزه و حتی کودکان از اینکه با دوستشون بازی کنند، از اینکه با خویش و تبارشان نشسته صحبت کنند، دوست می دارند در دستشان تلفن در عالم مجازی باشند. این البته یکی از سبب نابود شده رفتن علاقه های عائله و نابود شدن خود عائله و از بین رفتن مهر و محبت است. وقتی شما خانه کسی رفتید و فرزند او خویش و تبار او رو بروی شما به جای اینکه با شما صحبت کنه در دست تلفن است، اگر سوال دادید هم فکرش در آن، اگر با شما صحبت کردنی باشد هم یکی نگاه میکند یکی صحبت میکند که عموما به حرمتی، عموما به عزتی. و در اینجا انسان 100% میفهمد، درک میکند که برای این همان گوشی یا تلفنی که در دستش هست از من بالاتر میستد. مسئله دیگر مسئله عقب ماندگی، یعنی جوانهایی که کلاً فراموش کردند که آنها چی باید کنند، وظیفه آنها، مسئولیت آنها چی است. پدر برای فرزند 15 ساله و 16 سالش به جای اینکه بگوید بیا همراه به کار رویم، بیا برو به خانه خویش و تبارت از احوالشون بپرس، به آنها کمک کن یا با این یا با آن یگان در رابطه باش، و دست او تلفن میدهد که او میگوید نه من به خانه خویش و تبارم نمیروم، الان یک زنگ میزنم حالش رو میپرسم دیگر کافی است. یا اینکه دیگر وقتی که من میبینم او آنلاین است معنیش این است که او خوب است، من احوال او را نپرسم هم میشود. و همین گونه تماما مسئولیت حتی فرزندی خود را، خویش و تباری خود را فراموش کردن هم هست. چیزی دیگر این است که بد اخلاقی که جوانها در تلویزیون پیشتر میدیدند و میگفتیم تلویزیون، فیلم ها یا اینکه سریال ها رو دید و جوان ها به این حالت آمدن. امروز ببینید که تلفن چیکار میکند. اون سریال که در یک روز در یک ساعت میشد، مردم فقط در اون ساعت اگر ندیدن دیگر از دست میدادن. امروز هر لحظه میشود داخل یوتیوب شد، داخل گوگل شد و پیدا کرد آن چیزی که میخواهی و روز از روز دارد بد اخلاقی افزایش می‌یابد. و کودکان 7 ساله الکی از همه چیز باخبر هستند و کودکان 10 ساله و 12 ساله الکی میدانند که چگونه، چی رو چطور تماشا کنند و اینها همش سبب پسشوی اخلاق و اینچنین تقلید. و شاید خبر هم دارید که در اخبارها بارها گشته و برگشته ذکر کردن که به سبب بعضی از نمود بازی هایی که در تیک تاک می شود یا بعضی نمود بازی هایی که یک و یک بار در پخش مستقیم می شود چقدر کودکان نفسگیر شدند و چقدرها به بیمارستان رفتند و چقدر دیگر حیات خود را از دست دادند. یعنی پسشوی اخلاق کودکان، پسشوی اخلاق جوانان، این همه زیاد تماشا کردن و تاثیر گرفتن و علل خصوص از آن دوستان مجازی هست. چیزی دیگر بدترینش این است که چخیلی که پیشتر هم باره من گفته بودم، از روزی که در دست زن و مرد تلفن زیاد شد طلاق هم زیاد شده ایستاده است. از روزی که ما دیگر میتوانیم در یک روز تا 20 بار با خویش و تباری که در آن سوی دنیا هست صحبت کنیم، قهرگی و جنگ و جنجال های عائلوی هم زیاد شده ایستاده است. و این چنین با یک نظر خواندن و نظر نویسی تمام روز دیگر طبع خود را یا نسترین خود را ویران کردن و تمام روز دیگر به هیچ کار دست و دل ما نرفتن. زیادی هستند میگویند با خوشتامنم جنگ کردم، با همسرم جنگ کردم، با دوگانم قهر شدیم، با یگان نفری نزدیکی. در کجا قهر شده؟ در تلفن هر روز صحبت میکرد، یک روز این گفت من آن گفتم. مگر پیشتر آره دور بودیم اما بهتر نبود که سالها از هم جدا بودن، خیلی پزمانی هم دیگر میشدن، برای دیدن یکدیگر دیگر
دلش رو میتپید. انسان میگفت کی من او رو میدیده باشم، کی با او صحبت میکرده باشم. و همین گونه احترام ها در جای خودش بود و این چنین عزت یکدیگر در جای خودش بود. امروز باشد به مسافه کیلومترهای 3000 و 2000 و 1500 یکدیگر رو دشنام میکنند. حتی زن و شوهر از همدیگر جدا میشوند، حتی پدر و مادر عق میکنند، حتی خواهر و برادر از هم جدا میشوند. این هم سبب یکمش این است که زیاد صحبت کردن. میگن من این گفتم او آن گفت. یعنی بجای اینکه هر روز با یک نفر صحبت کنید و وقتی میدونیم زیاد با یک نفر در ارتباط هستی، خواه و ناخواه احترامی تو زیر پا میشود. بهتر نیست در یک هفته یک بار، در 2 هفته یک بار حال پرسی کرد و در عزت و در احترام خود ایستاد و جای آنکه هر روز به زندگی یکدیگر دخالت کنیم. علل خصوص امروز که دیگر با ویدیو ویزوف و با این گونه با همدیگر از طریقه ویدیویی صحبت کردن، ما کلی حیات خود را از این سوی دنیا به آن سوی دنیا خبر میدهیم و با همین جنگ و جنجال های اویلوی هم دارد روز از روز زیاد می شود. قهرگی، جنگ و جنجال، یک سوی صد خیش و تبار. ما با یک نفری عموما بیگانه در تلفن جنگی می شویم. من چونین نوشتم، او چونین نوشته است، زیر عکس من این نوشته است، زیر نوار من آن نوشته است، به من این را روان کرده است. یعنی چی فایده دارد که انسان اگر یک لحظه به غضب آمد، چقدر گارمون ها یا هورمون ها در بدن او نابود می شود. او تا چند ساعت دیگر درست تمرکز کردن و درست دقیق درباره چیزی فکر کردن و این چونین حرکتی درست کردن نمی تواند، برای اون که غضب انسان را تا اندازه هم در فکر و هم در جسم ضعیفش میکند که درباره ضررهای غضب هم میتوان پیدا کرد و خوان. و اینجا انا این گونه خواهرانی که شکایت دارند که هر روز با فلانی خیش و تبارم جنگی هستم یا این یا اون قهری هستم، اینجا مشکلی در شما است که زیاد با اونها صحبت میکنید. برادرانی که میگویند هر روز همسری من زنگ میزند، یک و یک باره تماما طبی مرا خیره میکند، یک و یک باره مرا تا اندازه به غضب میآورد که من تمام روز کار کردن نمیتوانم، بگذار به همسر خود بگوید که من در یک هفته میتوانم در این دوره با تو یک بار صحبت کنم یا در یک روز حداقل 2-3 دقیقه، از اون زیاد ساعت ها نمیتوانم با تو صحبت کنم. و این چون این پدر و مادری که میگن وای عروس من این گونه کرده است و دامادی من این گونه کرده است که از راه دور شما هیچ کاری کردن نمیتوانید، در اینجا میتوان بگفت که دخترکم، پسرم، عروسم، دامادم نمیشود این گونه کل زندگی خود را از دور با ما در میان گذاری، فقط در سلام علیکم و احوال پرسی خود بیستیم. اگر مشورتی هست مسئله دیگر، اما اینکه کلی زندگی رو به آنها گفتن و آنها رو به تشویش انداختن که من به نزدیکی بود خواهرها میگویند حتی درد و گلوی کودک خود رو به پدر و مادر شوهر یا به پدر و مادر خود میگویند، حتی خرید هر روزه مغازه خود رو. اینها همه سبب می شود که اون طرف کاملا از زندگی شما باخبر و خواه و ناخواه یک دخالت کوچک و اون هم به یک جنگ و جنجال بزرگ تبدیل شود. و یکی از بدترین مصیبت های تلفن این ضایع کردن وقت است. چی بسا مادرانی هستند که دیگر فراموش کردن مسئولیت مادر چیست به خاطر تلفن. چی بسا پدرهایی هستند که مسئولیت پدر بودن و شوهر بودن و فرزند بودن و پدر و مادر پیر داشتن خود را فراموش کردن به خاطر بازی ها و به خاطر این همه عالم مجازی تلفن. و چی بسا کودکان، فرزندهای ما، نوجوانانی هستند که عمر خود را دارند هر روز هدر میکنند به خاطر تلفن و اون همه فیسبوک و دیگر یوتیوب و تیک تاک و چیزهای دیگری که در تلفن عمر آنها را دارد هر روز پاره پاره به خود میگیرد. اگر به بیهوده گذرانیدن وقت نگاه کنیم، بیهوده گذرانیدن وقت اگر فقط با تماشا کردن فیلم بود یا با تماشا کردن این و یا آن یک نوار بیفایده می بود چیزی دیگر بود. امروزها با تلفن اکثریت مبلغ ها با تلفن می رود. یعنی خواهرایی که در یک هفته یک بار به بازار می رفتند یا در یک روز یک بار با یک یعنی مشقت گفتیم با آماده شدن به مغازه می رفتند و خرید می کردند، با دست گرفتن تلفن و 1001 گروه های تجاری در یک روز 10 برابر زیاد خرید می کنند.
از طریق اینترنت و از طریق دیگر سفارش دادن و به خانه آورده رسانیدن که خدمت‌های به خانه رسانی هم دارد روز از روز افزایش می‌یابد. چقدر مال، من نمیگویم زنها، مال مردها، مال شوهرهایی که شب و روز یا در مرد کاری هستند یا در تاکسیگی یا در کار دیگر دارد اسراف می‌شود. یعنی خریدها دارد از پیشترش هم زیاد می شود. به آن هم زن خودش دوست می دارد خرید کردن رو و این تلفن ها سبب شده است که بکرات آن اسراف زیاد شود. از جهت دیگر کم نیستند خواهرانی که دیگر فراموش کردن نشسته با فرزند خود تعلیم دادن که اولین مربیه در حیات انسانیت این مادر است. اگر انسان از مادر تربیه خوبی اول رو نگرفت، تمام عمر ضرر اون در او ایستد که تو مادر هستی. پیش از اینکه تو کودک به دنیا بیاری باید بدانی که تو چگونه میتوانی مربیه باشی، مربیه فرزندت باشی. انا اینجا میبینید که مادرانی هستند که فراموش کردن که وظیفه خانگی کودک رو کردن و کودک از ضروریات دین، از فریضه ها آموزانیدن. چی هست دیگر؟ در تلفن تمام روز با دوگانه صحبت میکنند. خواهرایی هستند که تا 1.5 ساعت میتوانند با خاله خود، با دختر خاله خود، با دوگانه خود، با همسایه شوهر خود، با یعنی اون یک طرف است، حتی با مردها میتوانند ساعتها صحبت کنند که میگویند نه درباره این یا اون شناس شده بودیم، اون هم خیانتی بر علاوه به شوهر است. از جهت دیگر برادرها هم کم نیستند. مردی که فراموش کرده است بعد از اینکه به خانه بیاید، به جای اینکه بپرسد که همسر من، زنی خانه، امروز در خانه چی شد، چی کمبودی بود، چی پیشروی بود، فرزندها چی کار کردن، خودت چی کار کردی، امروز عموما شما روز رو چی خیلی گذرانیدید، او اول میبیند که در تلفن چی شد، در فیسبوک چی شد، در یوتیوب چی شد، در اخبارها چی شد، دیگر در اینستاگرام چی شد. با همین 2 ساعتی وای میرود و خوب میکند، فردا میرود. یعنی و جای اون که از فرزندت بپرسی یا اینکه حداقل 2 دقیقه از حال پدر و مادرت بپرسی که پدرم امروز حالتون خوب بود، مادرم شما چی خیل بودید، تو میایی از این و از اون و این عکس و اون عکس تمام خبرهای دنیا رو میخواهی تحملش کنی یا بخوانی که از دست تو چی میآید. وقتی عائلت به تو زیادتر نیاز دارن و کم نیستن پدرانی که بجای اون که هر روز پس از کار یا عموما از فرزند خود بپرسن که فرزندم امروز روزت چی خیل گذشت، چی کارها باید میکردی و نکردی، برای فردا چی نیت داری و چی نقشه داری. دیگر آنها از نقشه دیگران باید با خبر باشن که اوه فلانی فردا اینجا میرفته است، انا این خیل شده است، انا اون نمود شده است. دیگر در تلفن یا اینکه به یک گروه هایی که در آنجا یک چند ببخشید توده بیکار خوجه هستن که تماما کار ندارن که هر روز یک چیزی می نویسد، خنده چیزی دیگره، در اونجا داخل می شوند و وقت می گذرد. فرزند دیگر بیخبر است که پدر جو مسئولیت پدری من چی است یا اینکه مسئولیت مادر. از طرف دیگر کودکان بیچاره، اینجا پدر و مادرانی که میگوید من چیکار کنم که کودک من زیاد در دست تلفن دارد، من چیکار کنم که بچه 14 ساله و 15 ساله من دیگر به خاطر تلفن حتی با من جنگی می شود، حتی می تواند دست به خواهرش بردارد، حتی می تواند 2 روز 3 روز با همه ما قهری کند، اولا سببگار شما هستید. یعنی و این که کودک گفتیم تماما زنجیربند تلفن شد، کودک دیگر نمیتواند یا جوان دیگر نمیتواند تلفن رو کنار گذارد. اینجا سبب اساسی پدر و مادر هستند. پدر و مادر هستند که شما مسئول تربیت کودک هستید، شما کاری کردید که کودکتان این گونه شد. اگر شما شاید اینقدر داده تلفن نمیشدید او هم این گونه نمیشد. اگر وقتی برای او جدا میکردید، نقشه برای او میکشیدید و میگفتید که از این ساعت تا این ساعت یا از این دقیقه تا این دقیقه تو میتوانی با تلفن باشی، غیر این به تو اجازه نیست، فقط در این ساعت، اون هم در برنامه های معین که باید فقط همین چیز رو تماشا کنی و 1001 راه دیگر رو اگر کفت و کام میکردید، کودک به این حالت گرفتار نمیشد. برای همین میگیم خودتان رو ملامت کنید اگر گفتید که چی کنم که دیگر دخترک من نمیتواند سر از تلفن بردارد، چگونه که کودک من شبها پنهانی در دست تلفن یا در دست تبلت یا پلنشت دارد. انا این از بدترین مصیبت هایی هست که امروز ما داریم میبینیم و دیگر مردم مسئولیت خود را فراموش کردن. مسئولیت ما یعنی عجیب است، انسان خیلی به حیرت میافتد. آیا
از زندگی یک نفر رو تعقیب کردن، هر روز چه خیلی هستی، خوب هستی، امروز چه خوردی، فردا چی میخوری گفتن، و غذا رفتی یا نه گفتن، یا اینکه انا فلانی امروز این گونه لباس پوشیده است یا فلانی این گونه کار کرده است. گویان زندگی مردم رو تعقیب کردن بهتر نیست؟ ما از پای زندگی خودمون باشیم، از پای تعقیب زندگی خودمون باشیم. پس اینجا چیکار کنیم؟ یعنی خیلی مشکل است وقتی ما میگویم این همه مشکلی ها یا این مصیبت ها بلاهای تلفن رو، ولیکن از این چگونه رها شویم راهش رو پیدا کردن نمیتوانیم. و پیش از همه برای اینکه ما بدانیم که ما چگونه میتوانیم قربانی تلفن نگردیم، عمر خودمون رو فدای تلفن نکنیم، ما باید بدانیم که قدر وقت چی هست. و همیشه وقت میگوییم، گذشت روز میگوییم، روزمون گذشت، دقیقه‌مون گذشت، ساعتمون گذشت، ولی عزیزان این رو باید گشته و برگشته با خود بگوییم، تکرار کنیم که وقتی که از دست رفت نه خریده می شود، نه جبران کرده می شود. یعنی زیاد مال شما از دستتون می رود، باز شما می توانید پیداش کنید، کار کنید، چیزی دیگر کنید. یعنی مالی از دست رفته رو باز به جایش ماندن و جبران کرده می شود. بعضی ها رو ما تا اندازه می رنجانیم، با بخشش پرسیدن و با هدایا آنها رو باز می توانیم برگردانیم، اما عمری که رفت دیگر بر نمی گردد. این دقیقه ها دیگر بر نمی گردد. باید این رو بدانیم که دقیقه هایی که در فیسبوک و در یوتیوب با تماشا کردن این یا آن نوارهای بیفایده و رقص و سرود و سریال هایی که عموما بی‌معنا هستند، یا اینکه در اینستاگرام تماشا کردن عکس فلانی و شهر فلانی که فلانی در اون شهر در اینجا خانه داشته است و این داشته است، با اینها وقت میگذرانید، اون وقتها دیگر رفت، دیگر سرمایه از دست رفت و بر نمیگردد. حسن بصری از تابعین بزرگ هستند، قولشان هم در حدیث است، هم در تفسیر، هم در فقه، هم در اخلاق. میگویند من مردمی را به چشم خود بدیدم که از این که به طلا و نقره های خود حریص باشند و آنها را محافظه کنند، زیادتر به وقت خود حریص بودند. وقتی خود را خیلی زیاد دوست می داشتند و آن را محافظت می کردند. پولشان رفت پروایی نداشتند، اما وقتشان بیهوده رفت، دیگر واویلا می کشیدند که انا این روز رفت، این ساعت رفت، این دقیقه رفت، من چی کار کردم؟ و در این مسئله در ما سخن زیبای عبدالله ابن مسعود است، میگه من نفرت دارم به نفرانی که وقتی خود را نه به کار دنیا نه به کار آخرت فارغ خالی میگذرانند. یا مشغول کار دنیوی باش که برای دنیای تو فایده بیاورد، یا مشغول کار آخرت باش، حداقل با تسبیح گفتن و ذکر کردن کار از تو ساخته نیست. اما چرا می‌نشینی اینجا زندگی یک نفر رو می‌بینی، پست یک نفر رو، خاطره های واتساپ یک نفر رو، فیسبوک یک نفر رو، نظرهای هزار یک نفر رو که این نظرهایی که عموما در عالم مجازی هست هیچ کم شدنی نیست، اون هم اکثریتش تماما بی منطق و بی فایده. یعنی با اینها چی کار میکنی؟ برای خودت نقشه کش. وقتی تو ارزنده تر از آن است که تو فکر یک کسی که نمیشناسی بخونی، وقتی تو ارزنده تر از آن است که تو عکس کسی رو ببینی و در زیر آن دیگر به من معقول شد نویسی و در با کیم کدام ها در ارتباط باشی که آنها در حیات تو به تو هیچ ذره فایده داده نمیتوانند، وقتی تو را دارن میدزدن، وقتی تو را عمری تو را دارن از تن تو میگیرن. و چیزی دیگر اینجا هست که مایان همچون مسلمان، همچون نفرانی که به پروردگار یگانه باور داریم، باید بدانیم که دنیا فقط برای خوشگذرانی نه، برای با همدیگر شناس شدن و هرچی باشد هم همین روز رو همدیگر گذرانیدیم شکر گفتن نه. مایان به اینجا اومدیم تا اینکه در این ایستگاهی که خیلی مدتش کم هست و برای ما عموما نامعلوم است که امروز است یا فردا هست، با یک توشه به آخرت برویم. و الله میگوید فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا یعملون. قسم به پروردگارت که ما تمام مردم رو میپرسیم که چی کار کردید شما؟ ما به شما مدت وقت فرصت دادیم تا در آن یا خود را نجات دهید و اطرافیان خود را، که گاهی می شود شما سبب نجات عزیزان خود میگردید، سبب نجات شهر و دهات میگردید. ما برای شما این فرصت را دادیم
که خود رو در دنیا و در آخرت نجات دید. اما شما چی کار کردید؟ به دنیا آمدید تو که تمام روز در فیسبوک باشید، با این و با اون در جنگ و جنجال باشید. و دنیا آمده تمام روز رولیک های یوتیوب و رکلام های کرته و دیگر هزار یک نمود تلفن و دیگر چیزها رو ببینید که وقتی شما از پای آن گذرد. یعنی شما به دنیا آمدید تو کار کنید، به دنیا آمدید تو که خودتون رو نجات دهید و این فرصت خیلی کم است و باید این فرصت رو غنیمت دانست. و مسئله دیگر این است که بسیاری ها میگن آخر چی کار کنیم، دیگر علاجی نیست، به تلفن نمیشود. البته که من 100% به این چیز معتقد هستم که به تلفن در زمان حاضر نمیشود، اما شما تلفن رو در کجا استفاده میکنید، این مسئله مهم ما هست. شما میتوانید آره حتما باید در صله رحم، در رابطه خویش و تباری در تلفن حریص باشیم. ما باید با خویش و تبار در ارتباط باشیم، نه ارتباط های هر روزه، نه اینکه هر روز باید ساعت ها وقت گذرد، باید روز معین ساعتی معین داشته باشد. ما حتما از احوال دوستان بپرسیم، اما نه اینکه دیگر کاملا دقیقا زندگی اینها از همش با خبر باشیم. با دخترت چی خریده و با پسرت چی خریده و چی خورانده و چی پوشانیده، نه، فقط احوالش رو بپرس، مشورتی هست، کمکی هست بکن. دیگر به جزئیات زندگی اونها دخالت کردن در تلفن ها این هدر کردن وقت می باشد. و مسئله دیگر این است که می توانید شما البته نوار ببینید، اما نواری که مفید است. چقدر نوارهای خوب هستند، بارها میگویم، از زبان آموزی، از کتاب های صوتی که پر از کتاب هست یوتیوب که شما می توانید اون کتاب ها رو نخونده فقط گوش کنید و یک کتاب رو در 2 ساعت تمام کنید. چقدر موضوع های جالبی هست. کدام موضوع رو، کدام تخصص رو از بافندگی و دوزندگی شروع کرده تا فیزیک و کیمیا و زبان آموزی میتوانید ساعت برای آن جدا کنیم میشود. فرزند خود رو هم چند دقیقه میتوانی از این نوار استفاده کنی برای فرزند خود. چرا ما کوشش نمی کنیم که تو میتوانی از این کانال این فایده رو گیری؟ اما اکثریت مردم ما چگونه که گفته ایستادیم، ما تلفن رو خطایی استفاده میکنیم، ما اینترنت رو عموما بر ضرر خود استفاده میکنیم و این دارد تا روز از روز ما رو به عقب میکشد، هم سطح فکری ما رو، هم سطح پیشروی ما رو. که انسان وقتی درست فکر کرده نمیتواند عزیزان، انسان درست زندگی کرده نمیتواند. قاعده اصلی تغییرات فکر است و انسان بالاتر از فکر خود هم پیشرفته نمیتواند. شما تا اندازه‌ای که فکرتان هست همان درجه پیشروی میکنید. وقتی شما این همه رولیک ها ببخشید نوارها رو میبینید، این همه لباس ها این لباس آمده است، آن لباس آمده است، آن رو میبینید. خواهر لباس فروشی میکند، برادر تجارت دارد، او تجارتش رو پیش میبرد، اما شما با تماشا کردن این همه 1100 تا کرته و لباس و چیز دیگر چقدر وقت رو از دست میدهید. پس باید فکر ما عموما یعنی از افزایش میموند. انسانی که همیشه در پی تلفن است و در پی زندگی دیگران، او دیگر فکر درست کرده نمیتواند. وقتی فکر درست کرده نتوانستیم، ما زندگی درست هم کرده نمیتوانیم. و از همه بدترین چیز در این است که اکثریت مردم پیش از خواب هم با تلفن خواب میکنن، صبح زود هم که بیدار شدن اول به تلفن نگاه میکنن. نگاه کردن به ساعت چیز دیگر هست، یا اینکه از تلفن کتاب خوندی، یا اینکه یگان چیزی فایده‌ناک گوش کردی، درس گوش کردی، این چیزی دیگر. اما اینکه کنی ببینم در واتساپ به من کی ها خط کرده است، به من ببینم که به عکسی که من موندم چند نفر لایک گذاشته است، چند نفر زیر نوشت ببخشید نظری خود را نوشته است، یا اینکه کدام نوارهای جدید در این یا اون کانال پیدا شده است. اینها چی است؟ از اینها ما چی فایده میگیریم؟ یعنی صبح شما بیدار میشوید برای اون که با یک نقشه خوبی که انسان در یک روز چی کارهایی کرده میتواند، به کجاهای رسیده میتواند، چقدر موفقیت ها رو، کوه ثواب ها رو در یک روز شما گرفته میتواند، دنیای دل ها رو شما میتواند به دست بیاورید، مشکلی های خود دیگران رو در یک روز میتواند با فکر درست کردن حل کنید. اما ما دیگر فکر عموما است. اگر صبح دیدید یک نواری رو، صبح دیدید کسی یک نظری بدی نوشته است زیر نوار شما یا زیر نظر شما یا زیر عکس شما، یا دیدید کسی در واتساپ چیزی گفته است خویشتون، دوستتون، تمام روز فکرتون با اون بند است،
تمام روز شما نمیتوانید درست و دقیق که امروز من باید چیکار میکردم و باید کنم فکر کردن نمیتوانید. برای همین عزیزان بیایید فقط از همین شروع کنیم، فقط از همین. پیش از خواب در اتاق خواب ما، در جای خواب ما تلفن نباشد. پس از بیدار شدنمون و جای این که ما یک بار به تلفن نگاه کنیم، البته پس از ذکر و پس از نماز و پس از آن واجبات هر روزه مسلمانی خود رو کردن، نقشه برای همین روز بکشیم که امروز من چی کارها باید کنم و برای خودم، نجات خودم، برای نجات آینده فرزندانم، برای عائله‌ام، بعد از این برای اطرافیانم من چی کارها باید کنم که با این نقشه ها دیگر وقتی روزمون شروع شد باور کنید هم با برکت هست، هم دیگر ما نمیتوانیم زیادی به تلفن نگاه کنیم، اما دیگر دوستان و 1001 نفر دیگر با اونها می شود در یک روز تا 15-20 دقیقه وقت جدا کرد و مردم هم الکی باید بدانند که شما به دنیا نآمدید تمام روز با آنها در ارتباط باشید. شما کارهای دیگری مهمتری دارید و همیشه دسترس یا آنلاین نیستید که مردم کی خواست با تو صحبت کند، کی خواست با تو تلفن کند، کی خواست وقتی تو رو از تو بگیرد. این بود عزیزان موضوع امروزه من. امیدوار هستم که این گفته ها عمل کننده باشد برای بنده و برای تمام عزیزانی که ما رو با صدق میشنوید و با تشکر و با پیام های خود همیشه ما رو دستگیری میکنید. با امید آن که ما بتوانیم در این مدت کوتاه عمری که مهمان دنیا هستیم برای نجات و موفق شدن خود در دنیا و در آخرت کامیاب باشیم. شمایان را به الله یگانه می سپارم، به امانت پروردگاری که هرگز امانت ها را خیانت نمی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.